سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوار هستم هر جای هستین صحت و سلامت و عافیت باشید. و اینک بازم با یک برنامه دیگه در خدمت شما هموطنان عزیز قرار گرفتیم در ترمینال باختر وطن و معرفی ترمینال باختر وطن از طریق صفحه ستاره خاص و یوتیوب کانال ما میباشد. پیش از اینکه ما بپردازیم به صحبت کردن در رابطه با ترمینال باختر وطن مزار شریف و یکی از مسئولین، شما ویدیویی را که ما آماده کردیم چند دقیقه را تماشا کنید، بعداً برمیگردیم. به نام یاد خدا. در یاد هستم. خوش آمدین به معرفی ترمینال باختر وطن شهر مزار شریف از چینل یوتیوب ستاره های خاص. صفحه ستاره های خاص را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار دهید. ما منتظر نظریات خوبتان هستیم. گزارش مختصر از کار ساختمان ترمینال ترانسپورتی باختر وطن. این ساختمان بزرگ و بنیادی که در واقع خدمت به شهریان مزار شریف و مردم افغانستان می باشد که با همت دستاندرکاران آن به تاریخ 26 جوزای سال 1392 تهداب گذاری گردیده و در اوایل سال 1396 موفقانه به پایه اکمال رسید. قسمت‌های اساسی این بنا را به صورت مختصر به معرفی می‌گیریم. تانکتیل باختر وطن. تانکتیل باختر وطن به مساحت 3825 متر مربع زمین که تمام این مساحت کانکریت ریزی شده است. تانکتیل دارای دو پایه گاز مایع LPG می باشد که در مجموع 4 تفنگچه توزیع گاز مایع را در بر می گیرد. کانال های ارتباطی از ذخایر به پایه های توزیع تیل بر ارتفاع 1.40 متر و عرض 90 سانتی متر که جمعاً 91.32 متر طول می باشد که کارگر به صورت آزاد رفت آمد می تواند. تعمیر تانکتیل به 2 طبقه ایمار گردیده که مساحت طبقه اول آن 209.5 متر مربع و طبقه دوم آن 289.8 متر مربع می باشد. در اینجا قسمت های اساسی از تانکتیل باختر وطن را به معرفی می گیریم. 1. زیرخانه اول. این زیرخانه به مساحت 2013.3 متر مربع می باشد. زیرخانه دوم. این زیرخانه به مساحت 250 متر مربع می باشد. ساحه سبز که بین تانکتیل و پارکینگ قرار دارد با مساحت 105 متر مربع به شکل مستطیلی می باشد. پایه های برق. با تعداد 11 پایه برق در قسمت غربی ترمینال نصب گردیده است. حفر یک حلقه چای عمیق با عمق 140 متر حفر گردیده که 3 عدد واترپمپ برای تعمیر اساسی تانکتیل و موترشویی داخل چا گردیده است. همچنان تعمیر اساسی ترمینال. تعمیر اساسی که ترمینال مسافربری در آنجا دیزاین گردیده به 5 طبقه ایمار شده است. موترشویی به مساحت 781.2 متر مربع کانکریت ریزی شده. دارای رمپ موترشویی به طول 19.6 متر و عرض 12 متر برای موترهای کلان و 5 پایه جک هایدر و لیکی 6.5 تنه به خاطر بلند کردن موترهای خرد. ذخیره آب کانکریت ریزی 4000 لیتره، اتاق برای کارمندان موترشویی دارای سقف آهن پوش شده، 2 پایه پمپ شستشو و جنراتورخانه موترشویی با مساحت 16.81 متر مربع و سقف قیچی پوش شده می باشد. پارکینگ برای تاکسی های شهری. مساحت پارکینگ تاکسی های شهری جمعاً 1210 متر مربع بوده که از آن جمله 524 متر مربع آن کانکریت ریزی شده و 686 متر مربع آن موزاییک کاری شده است. همچنان مسجد شریف. مسجد شریف در مساحت 63.25 متر مربع بوده که اطراف آن کاشی سنتی ایرانی کار شده است. وضوخانه در مساحت 22.96 متر مربع ایمار گردیده. سیستم کامره امنیتی مکمل کار شده که در داخل سالن به تعداد 11 کامره، در دهلیز منزل دوم تعمیر اساسی به تعداد 8 کامره، در اتاق آیتی به تعداد 1 کامره، در بیرون تعمیر اساسی 10 کامره، در ساحه گیت 2 کامره، در سایه پارکینگ وسایط 3 کامره، جمعاً 35 پایه کامره نصب گردیده است. با تعداد 15 باب غرفه توزیع تکت که هر کدام آن برای 2 مامور در نظر گرفته شده است و با تعداد 167 پایه چوکی نیکلی جاریدار 3 نفره که جمعاً 501 چوکی می شود به خاطر مسافرین به سالن گذاشته شده است. خب از دریا عادل همکار عزیز ما که در قسمت بک‌گراند و معرفی خلاص
ترمینال باختروطن شهر مزار شریف همراه ما همکاری کردن. جهان سپاس. ویدیو را دیدین، در خدمت شما قرار گرفت، در شروعات ویدیو بود. و اینک فعلا ما در سالن انتظار ترمینال شهر مزار شریف قرار داریم، در ترمینال باختروطن شهر مزار شریف. متاسفانه که ما همراه مدیر صاحب جمال، مدیر عمومی ترمینال مزار شریف هم کلام شدیم، اونا جای بند بودن و تشریف نداشتن، حضور ندارن و ما بالاخره با یکی از کارمندا یا مسئول ترمینال شهر مزار شریف هماهنگ کردیم و همراهشان صحبت میکنیم و معرفی میشیم و بعد سوالای خود را مطرح میسازیم که ایشان هم اینجا حضور دارن. سلام مدیر صاحب خان، خوب هستین؟ عافیت دارین؟ خیریتی است؟ اسم مبارک؟ سید رحیم الله جمیلی. چند سال است که در اینجا ایفای وظیفه میکنین؟ ما اینجا از روزی که ترمینال بنیانگذاری شده تعداد مانده شده تا حال اینجا هستم، مدت 13 سال 14 سال. در کدام سال مدیر صاحب خان اینجا تعداد گذاری شد؟ 1392 کار شروع شد، در 1396 مورد بربرداری قرار گرفت. یعنی در سال 1392 اینجا سنگ تعدادش گذاشته شد تا 6 سال کم و بیش در بر گرفت تا ترمینال سرپای و 4 سال را تا ترمینال سرپای سال شد و شروع به فعالیت کرد. خب مدیر صاحب قند اینجا چقدر گنجایش داره تعداد نفر؟ تعداد نفر تنها در سالن تعداد 500 نفر چوکی مانده شده، به خاطر انتظار گنجایش 500 نفر داره. دیگه اتاقای بالا هم نفرها هستن. جدا از این سالن انتظار تاکوی هم هست؟ یعنی بله، تاکوی کلان هم داره. تاکوی هم سالن انتظار است؟ اگر نفر زیاد باشه اونجا مورد استفاده قرار میگیره. فعلا آماده استفاده است. و بالای ازی که است اتاقای دفاتر هم هست؟ بله، دفترهای ترانسپورت هست، 60-70 ترانسپورتی که رسمیت داره پیش دولت، کلش اینجا اتاق داره که دریورایشان، نمایندهایشان اینجا بود باش میکنه. از امکانات بگوین چه امکانات سهولت‌های در ترمینال هست؟ سهولت خو اینمی پارکینگ وسیع داره، تشنابای مردانه و زنانه داره، مسجد شریف داره، انتظارخانه داره، پارکینگ داره، اتاقای کرایی داره، دکاکین داره، سوپرمارکت داره، رستوران داره. همه امکانات هست اینجا. یعنی وقتی که یک مسافر اینجا بیاید در حال انتظار یا تایم حرکت موترش باشه نیاز نیست بیرون از ترمینال بره؟ ضرورت نیست. سالن یخ، چوکی‌های زیاد، شکر، مسجد، آب، وضوخانه، همه امکانات هست. همه امکانات هست. سهولت ها اینجا فراهم شده. از موترها یاد کردین چقدر موتر اینجا گنجایش داره و کدام ترانسپورت ها مصروف فعالیت هستند؟ اینجا موترهای خرد هم هست یا نه؟ بله، موترهای خرد هم هست که 2-3 ترانسپورت است که او فعالیت میکنه. موترهای کلان است که تقریبا 60 ترانسپورت زیادتر یا کمتر اونا فعالیت دارن و خود ترمینال تقریبا گنجایش 2000 موتر خرد کلان داره. 2000 موتر خرد کلان. از ترمینال مزار شریف همی باختروطن تنها به سمت کابل هم میرن یا ولایت همجوار مزار شریف هم میرن؟ تنها به سمت کابل، از اینجا شروع سمنگان، حیرتان، پل خمری، قندوز، بغلان، بدخشان، تخار، کابل، پروان تا پاکستان تا هر جایی. قسمی که شما شاهد بودین همراه یکی از کارمندان ترمینال باختروطن شهر مزار شریف ما صحبت کردیم، سوالات خود را مطرح کردیم و ما هماهنگ کرده بودیم همراه مدیر صاحب جمال عزیز که اونا تشریف نداشتن متاسفانه بنابر دلایل کاری که داشتن. ما بیشتر از ایشان بازم سوال میکنیم که مدیر صاحب جمال چی وظیفه دارند اینجا؟ مدیر صاحب جمال مدیر عمومی ترمینال باختروطن میباشند که از طریق شرکت این انتخاب شدن و تمام امورات این ترمینال مربوط به اونا میباشه. تمام فعالیت‌های اینجا مدیر عمومی هستن. یعنی ازشان راضی هستین؟ برخوردشان چگونه؟ برخوردشان شخص نیک، شخص مسلمان، شخص بسیار متقی، پرهیزگار، خیراندیش، خیرخواه و دوستدار مردم که همیشه در خدمت مردم است. انشالله که هیچ کس هم از پیش آزرده نیست، کلی دوست دارن و از پیش خوش هستن. بخیر و عافیت باشین. خوب سلامت زنده باشین. قربانتان. ببخشید زحمت آره. خب قسمی که شما از دیدین همراه یکی از کارمندای ترمینال باختروطن در شهر مزار شریف صحبت داشتیم، سوالای خود را مطرح کردیم. در کل برای ما معلومات دادن که جایی که ما فعلا حضور داریم انتظارگاه هست، زیر از یک طبقه دیگه هم تهکوی است، وضوخانه‌های مدرن هست، سوپرمارکت، مسجد، اتاقایی که برای دفاتر ترانسپورت ها ایجاد شده در بالای از اینجا در منزل 2 حضور می باشه و همچنان در قسمت نمایندگی ها که در قسمت شما شاهد هستین که غرفه ماندن در حساب تکت فروشی، شرکت هایی که در اینجا فعال هستند و مصروف فعالیت هستند، مسافرین میبرن به ولایات
اینجا غرفه دارن، تقریبا 36 غرفه است که میتونن مسافرین ما از جمع آنن تکت بکنن عاجل و برن طرف مقصد بعدی خود هر ولایتی که است. دیگه با تشکر از شما که تا این دم بیننده ما بودین. خب قسمه که شما از شروعات تا این دم ما را بیننده بودین، در ترمینال باختر وطن شهر مزار شریف ما حضور داریم و انتظارخانه و تمام امکاناتی که بود را یکی از مسئولین ترمینال باختر وطن شهر مزار شریف و ما معرفی کردن و توضیح دادن. آمدیم در بین مردم، در جمع مسافرین، در جمع دریورها و نماینده ها، در جمع مسافرها، در بین ترانسپورت ها آمدیم ببینیم که مردم چی نظر دارن در رابطه با ترمینال باختر وطن، در رابطه با نوع رفت آمد مسافرها، در رابطه با ترانسپورت های خود. و همینجا پیش خود یکی از مسئولین یکی از ترانسپورت ها را با خود داریم که امروزشان معرفی میشیم و چند کلام چنین امروزشان صحبت میکنیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ عافیت دارین؟ خیریتی است؟ اسم مبارک؟ خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم حاجی اسدالله مروت، مسئول شرکت احمد شاه بابا عبدالی در مزار شریف، بالخصوص ترمینال باختر وطن. خب آیش صاحب که هستن خدا معرفی کردن در ترمینال باختر وطن شهر مزار شریف اینا حضور دارن و مسئول شرکت احمد شاه عبدالی هستن. ترانسپورت که تنها در لاین غرب فعالیت ندارد، در سمت شمال هم آمده و مصروف خدمت رسانی برای همشهریان عزیز ما و شما می باشه. آیش صاحب چقدر وقت میشه که شرکت احمد شاه عبدالی در لاین شمال آمده و مصروف فعالیت است؟ به نام خدا شرکت احمد شاه بابا عبدالی یک شرکت بین‌المللی است و تماما همشهریان معلوم است تقریبا در حدود 25 الی 26 ولایت افغانستان فعالیت دارد. تقریبا در حدود 6 ماه 5 الی 6 ماه میشه که در مزار شریف آمده. در حدود 6 الی 5 ماه میشه که در سمت صفحات شمال مصروف فعالیت هستند دیگه. بله. بسیار خوب. شما خب نماینده یا مسئول مقیم مزار شریف ای ترانسپورت هستین. میشه برای ما در رابطه با سهولت‌ها و امکاناتی که در ترمینال باختر وطن مزار شریف است کم معلومات بتین و رضایت یا همو پیشنهاد و نظرتان به ما بگوین؟ راضی هستین؟ چه قسم سهولت‌ها داره؟ سهولت که در ترمینال باختر وطن است ان شاء الله راضی هستیم از پرسنلش، از کارگردهایش، از مدیر صاحبای ترانسپورت با ما همکار بوده و همکار میباشن همیشه وقت. ان شاء الله یگانه چیزی که ما مشکل داریم قیتی وسایط است که موترهای کورولاس شاید شما مشاهده بکنین، موترهای پل خمری است، کابل است، سمنگان است، سیرتان است، تاشقرغان است. یک ذره مشکل جایی داریم که جای ما قیت است، دیگه کدام گپی نداریم. بخیر و عافیت باشه. سلامت شما. خیر باشه. خب قسمت که شما بیننده بودین با یکی از مسئولین ترانسپورت ها صحبت کردیم و رضایت نشان دادن از بخش مسئولین ترمینال باختر وطن شهر مزار شریف که سهولتایی که داره، مثلا برخورد که داره، ترانسپورت شان هم که در صفحات شمال مصروف فعالیت است، اینا هم مردم از اینا رضایت داره. تمام مسائل را بحث کردن. خب قسمی که شما عزیزان بیننده تماشا کردین، ما هم در ترمینال باختر وطن شهر مزار شریف موقعیت داریم، حضور داریم، موقعیت ما است و امروز یکی از مسئولای ترانسپورت ها که در شرکت احمد شاه عبدالی مصروف فعالیت بودن صحبت کردیم و اکنون در ترمینال باختر وطن قسمی که شما آگاه بودن گفتن تمام سهولت ها را داره. ما در نزدیکی سوپرمارکت یا خوراک فروشی باختر وطن شهر مزار شریف در ترمینال حضور داریم و اینجا یکی از مسافرین است که همراهشان چند کلام صحبت میکنیم. سلام عزیزم. سلام عزیزم. خوب هستین؟ اسم مبارک؟ نقیب الله. نقیب جان چی میکنی در ترمینال باختر وطن عزیزم؟ می‌خواستیم سفر کنیم بریم کابل جان بخیر. کابل میری حتما کدام کار داری دیگه؟ بله
نزدیک خوراک فروشی باختر وطن ترمینال بودی، چه قسم چیزی را می‌خریدی؟ جای می‌رفتی بخیر بر جریان سفر؟ خیرات خدا در وطن ما خالی سهولت است. موترهای صحیح وی و ترمینال برابر که ما را سهولت فراهم است. سوپرمارکت، برگر، کافی، رستوران همه شای بگیریم ما در راه میل کنیم. در کدام نمایندگی تکت کردی عزیزم؟ سارک پنجشیر. قبلا هم رفتی یا بار اول است؟ همیشه میریم دمو میریم مشتری است. در سارک پنجشیر. چطور از برخورد دریورا و برخورد پرسنل؟ خوب است والا. رضایت داره؟ شکر. سفرتان راحت بوده همیشه؟ همیشه وقت کولر خوب بند میکنن دیگه در وقت. بسیار خوب، خوش شدم عزیزم. بخیر باشید. قربانتان. خب عزیزای دل، قسمی که میبینین همه مردم از تمام سهولتایی که در کشور ما در قسمت ترانسپورت، در قسمت ترمینال، چی مزار شریف، چی کابل، چی ولایت سمت غرب، در هر ولایتی که ترمینال موقعیت داره راضی هستند. خصوصا در مزار شریف که ما برنامه خود ثبت کردیم همه مردم رضایت داشتن. خب در اخیر یک تشکری خاص از نوری سیکر بابت زحمات قابل قدرشان به خاطر صفحه ما که میکشن. یک دنیا سپاس، یک گیتی سپاس به خاطر هذه لوگویی که در موترها در ترانسپورت های مختلف بر ما حک میکنن. اسپیشال استار، ستارهای خاص که ما در تیک تاک، واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب چینل مصروف فعالیت هستیم. یک گیتی سپاس، تشکری خاص ازشان میکنیم و تشکری خاص از دریورایی که این همکاری را همراه ما کردن. در حدود 50 الی 45 موتر تا حالا این لوگو را نصب کرده. یک تشکری خاص از دریورا میکنیم. دستتان درد نکنه، بخیر و باشد باشید. خب قسمی که شما شاهد بودین، ما ترمینال باختر وطن شهر مزار شریف را به معرفی گرفتیم، با مسئولین صحبت کردیم. تصاویر را شما هم دیدین از ترمینال باختر وطن، از سهولت‌ها و امکاناتش. امیدوار هستم مورد قبولی شما قرار گرفته باشه، رضایت شما حاصل شده باشه. ضمن از اینکه از شما تقاضا دارم صفحات ما را دنبال بکنین، صفحه یوتیوب چینل ما را سابسکرایب بکنین، زنگوله را فشار بدین. نه تنها در یوتیوب چینل ما، در بخش تیک تاک، اینستاگرام، فیسبوک، واتساپ هم دنبال کننده خود را داریم که شما عزیزان هستین. هی بود برنامه معرفی ترمینال شهر مزار شریف. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگارتون.